با هم دیگه چند مدل سس درست می‌کنیم که بتونیم به غذاهای مختلف مزه‌های جدید بدین و لذت ببرید ازش. بریم ببینیم چطوری آماده میشه. میریم سراغ اولین سس که داخلش بادوم خلالی داره، نمک، رزماری، سیر، پاپریکا، فلفل سیاه و اینم گوجه‌های خشکی ان که داخل روغن زیتون به مدت 3 ساعت موندن و خیس خوردن. با خود روغنه اضافهش می‌کنیم. دستگاه غذاساز رو روشن می‌کنیم که مواد رو با هم دیگه خوب مخلوط کنیم. خب این شد اولین سسمون. اینو برای پاستا، برای برگر یا برای گوشت و مرغ و سبزیجات هم میتونین استفاده بکنین و خیلی خوشمزه‌اش می‌کنه. بریم سس بعدی. برای سس دوم پیاز می‌ریزیم، سیر، جعفری، گشنیز، فلفل سیاه، پاپریکا، نمک، روغن زیتون و سرکه سفید. این از آب لیموی تازه و اینم که پوستشه که رنده کرد. میریزیمشون داخل دستگاه غذاساز. اگه غذاساز هم نداشتین مهم نیست، میتونید داخل دستگاه مخلوط کنید یا هر چیزی که اینا رو بتونه خوب با هم دیگه قاطی بکنه بریزید. به چه بویی. اینم آماده شد و میریزیم داخل ظرف. اینو به نظرم برای ساندویچ‌های مختلف، اگه ساندویچ گیاهی درست بکنی یا استیک مرغ و گوشت میتونه پیشنهاد خوب باشه. برای مواد سس بعدی می‌خوایم گوجه و فلفل دلمه‌ای قرمز و اینطوری به همراه پرک بادوم و نون تست بذاریم داخل فر. این دو تا حب سیرم میذاریم. روی همه‌شون یه مقدار روغن زیتون میذارم که برن داخل فر و حالت رست شده پیدا کنن. خب ببینید بادوما رو حالت بوداده پیدا کردن و اینا هم که دیگه خوش شدن یه مقدار. الان وقتشه که بریم سس سوم رو باهاشون درست کنیم. گوجه، فلفل دلمه‌ای، سیر، اینم بادوم، روغن زیتون، نمک و فلفل، اینم که پاپریکا. خب اینم آماده شد. این سس یه ذره حالت دیپ داره، یعنی یه سسی که غلیظ‌تره و بیشتر غذا رو داخلش میزنن تا بریزنش روی یه غذا. ببینید برای مثلا چیپس تورتیلا، چیپس ذرت یعنی و همینطور چیپس سیب زمینی و کلا خود سیب زمینی خیلی خوشمزه است. با نون خشکم فوق‌العاده میشه. میریم سراغ سس بعدی. این خامه ترشه. برین توی سوپرمارکت بگین خامه ترش میخوام. یه بسته‌بندی این خامه صابونه داره که رنگش سفید و اسمش خامه ترشه. یکم بهش مایونز اضافه میکنیم. مایونز کم چرب باشه بهتره دیگه، حالا چون خامه رو داریم. آب لیموی تازه، پوست لیمویی که رنده شده، سیر رنده شده، شیوی که تازه است و خرد شده و اینم جعفری که بازم تازه است و خرد شده. حالا شروع میکنیم که قاطیشون کنیم کامل. وقتی که قاطی کردیم یه مقدار فلفل سیاه و پرک فلفل قرمز اضافه میکنیم که یکم تند بشه. یه مقدارم آبیشم برای عطرش و یکم هم روغن زیتون که رقیق‌ترش بکنه. اینم آماده شد. این سس رو بیشتر برای اینکه روی نون بزنین قبل از اینکه برگر یا مواد ساندویچ رو داخل ساندویچ بریزین پیشنهاد میکنم، چون خیلی خوشمزه میکنه اون ساندویچ و برگر رو. اینم 4 تا سوسی که درست کردم.